ای چرا نگاه میکنید؟ پرانید اونها رو پرانید. اکنون نوبت شماست برادران. این خیلی که باشد پس تماشا کنید. از دستتون یکم کار نمی آید. اونها رو برمدن نمونید. اونها رو کشید. برانید زودتر. کارلوس با گمانم این گونه عملیات در خکری از سرمون گذاشته بود. نپرسکه گویا که در بوله تپه جودی باشد. در همه موضوع باید گپ زند. کارلوس برای ما همه جا تپه جودی کم گپ زن و مهارت شده. تپه جودی در آنجا مان. حالا اینجا را فکر کن. جور را نباشد تماشا کن. انا بید که مادران چگونه شیران را به دنیا آوردند. درود بر خدا. اونها از ما دیده به قوترن. کمکی لاوگی طلب کنید. نباشد اونها ما را یک میکشند. قدر آدمی ترسناک بوده ای. گپ را کم کن. زودتر شو. پران زودتر. برادران اکنون نوبت کیست؟ این مراتب نوبت من همه پرانم. نه یک نفر پس است. هر قدر تیر رو کمتر صرف کنیم بهتر. ظریف فراموش نکن با قربان کی فهما سردار. کارلوس برادر، کارلوس تو چی کار کردی؟ اکا حالمان بد. همگی 200 تیر دیگر مونده است. من هم همین قدر دارم. یوردی احمقانی نبکن. از دست شما یکم بلا نمی آید. التماس یاریدید. نگران نباش. صحت میشه. انا دردت رو سبک کردم. میسی کلموش ها مرده روید. شما مرا شنیدید. میسی کلموش ها میمورید. پرانید. اویا یگان نفره نیستی جواب این زن را دیهد. اخیان دو تیر. خداوند رو با من کمک کن. آفرین بولتا. حلالت بود. قربانت شوم من. تمام شد رجب. تمام شد اکا. اکنون چی کار میکنه مکا؟ سردید
قاسم اگر خواهید از اینجا میرویم. تو چه ها میگویی؟ ما آنها را نکشیم و یگان جا نمیرویم. اگر لازم شد خودمون در اینجا میمونیم. مرا فهمیدید؟ هرانت! کی تیر دارد باز؟ آقای سردار من دارم. من هم دارم اما کم است. چند نفر دیگر ما؟ اگر حسابات درست باشد 5 نفر و 1 زن مانده است. در جمعی قدر تیر نداریم. رفیقان آرام شوید آرام. یگان راهش را میابیم. من میبرایم. من هم میبرایم. کارلوس تا حد امکان پروندن گیر. اطاعت سردار. ای خدا مدد کن. آنها را پرانید! کشید! نیست کنید! نیست کنید! تمام شد بچه ها، تمام شد. از من هم تمام شد. تیری آخری نه. 3 نفر و 1 زن مانده است. چیکار میکنید؟ علاقه چی داره سردار؟ بار نمیکنه. در اینجا محکم شدن بودیم. رفیقان این حال جز خداوند کسی به ما کمک کرده نمیتواند. حتی ما به همدیگر کمک کرده نمیتوانیم. گوش میکنم. بله نظرات دارم. برگمونم که منتظری کسی میباشم. مایلش نگران نباش. من مگر بر وقت اومدم. سامبوسا فروش. مرحمت اپا. سامبوسای گرم. بله اپا جان مرحمت. بسیار خوب کنی یک دونه ده. مرحمت اپا. گیر. خوش شود. براری کن. سامبوسای گرم. نه تو غول با یگان کس با نخورده. باید تو نزدیک هستی. خوب شده است میارم. گفتم که نگران نباش. من رفتم. اینقدر آدم از عهده 3-4 نفر نبر اومدید. اپا نگران نباش. این مراتب آنها رو میکشیم. در آنها دیگر قوت نمانده است. هیچ کس نمی نباید. گمانم گریخته رفتند. به فکرم ما را در این حالت وزنین مونده نمی روند. و فکرم برای حمله کردن آمادگی دارند. اگر یک قوطی دیگر تیر می داشتن به آنها نشان می دادم. دیگر علاجی نیست. عاقبت کار بد است. اصلا هست. و خیر است ظریف. سردار در نزدی در بالون اکسیژن است. گفتنی که آن را ترک کنیم. کارلوس آیا این کار را کرده می توانی؟ آخران فرصت می باشد. انشاءالله سردارا. خوب می شد بالون را می ترکاندیم. حالا آنها را باق می کنیم. این احمق‌ها را به دوزخ روانه میکنیم انشاءالله.
چه شد؟ چرا پنهان شده؟ بیاید پلیدان، شما را هم مثل طاهری مرتفت رزیل به قعر دوزخ روان میکنم. ای تابان، تو هم مثل عاشقه پیش از مردنت زاری تولا خواهی کرد. اگه رو بینید حجات را جمع میزند. پرانید، پرانید. زودتر. فراموش نکن به خاطری برادر شهیدمون علی میپرانیم. فهمیدی؟ کارلوس یک تیر داری به هدف رسان. یا نصیب. خدایا به حرمتی پیغمبرت من کمک کن. آفرین کارلوس. رفیقان میبرایم، حالا نوبت ما آمد. تابان در کجاست؟ تابان! علی را پرانید! تو پرانید! نمکن! ابله! برم ها! برادری مرا تو کشتی! من به تو نشان میدم! ابله! علی را خوبش خوردن! رسولیت! تو کشتی! تو کشتی! رفتن دیسا کدام احمق تو را پارا. رفیقان لازم نیست بیرحمی نکنه. کجا شدی؟ چرا اینقدر دیر کردی؟ عذر میخوام، هنگام برآمدن کمی کارم برآمد. مایلش، برای من چی آوردی؟ اوید فیضیه معلوماتی پره. این دختر عجیب بوده است. چه خیلی؟ نمیدانم، باوری دارم که خودت میابی. اوید پدرش نی یک چند معلومات یافتم. بسیار خوب. همش در حجت ها موجود است، خودت میبینی. آیا یکون خواهش دیگری داری؟ حالا نی پیدا شود خبر بدی. مایلش تو بازدی. الو یک حجت گیری و جزدانش میده. حرکت میکنم. معلش نگران نباش. به کجا رفته باشد؟ بعید رفت. دور نمی رود. احتیاط کن، شاید چوکنده باشد. تو آن طرف را بین.
زنی در جاد ایست. ایست گفتم. سلاحات رو پرتا. پرتا. دستهایت رو بالا کن. دستهایت رو بالا کن. بالا کن. بزانو زن. من در نزدیک پلیدان بزانو نمیزنم. مرا از اینجا میبرونی. از اینجا تنها مرده تو میبراید. مرا گوش کن. هر چیزی که گفتم همان را میکنی. نباشه در پیشانیت تیر میخوری. بهترش تو رو با این زن تنها میمانم عارف. در این گونه حالت حکم از کسی است که سلاح دارد. حالا وضعیت دیگر است. زودتر مرا از اینجا برار. اینطور باشد به تو یک فرصت میدهم. سلاحت را پرتا و تسلیم شو. آن وقت از اینجا سلامت میبرایی. من نمیخواهم که باقی عمرم را در زندان گذرانم. زندان از قبرستان بهتر است. جناب عارف، اجل تو رسید. آیا گفته مرا نمیخنی؟ خانم من بسیار یک روم. قبول ندارم. نباشد خودت میدونی. تشکر میگویم که برای انتقام طاهر را گرفتن به من فرصت دادی. برگرد بسه من. برگرد. برگرد گفتم. نوبکار من به او گفته بودم از اینجا تنها جسدی تو میبراید. راه دیگری نبود. انتخاب خودش. چنانه که دیدم تو از من پنهان شده بودی. عارف نخود تو را فروشم. به هر حال تشکر. تو مرا نجات دادی. انشاءالله که پشیمان نمیشوم. شاید پشیمان هم شوی. اکای عارف، تو در کجایی؟ بیاید ما در اینجاییم. یک چیزتان را گرفته است؟ نه، جزدانم، تلفن همش هست. در این مکان‌ها دزدی بسیار میشه. از این پس با دقت باشید. نگران نباشید. تشکر با شما.
بله هستم. فرمایش. برای امروز اینقدر هیجان کافیست. روزی خوش. با شما. تشکر. همه رو حال کردم. میباز کردی حجت رو؟ بله. حجت هایی که به شما دادم آنها را گرفته حجت های خودم را با جزدان گذاشتم. نفهمید. یک چیز را نفهمید. در آن حجت ها چی بود؟ معلومات هایی که سومن باید نفهمم. در حجت های گذشته هم چی بود؟ معلومات هایی که سومن باید بدونم. رفته از نتیجهش حلاوت میبرم. علی پسرم باوری دارم که مرا میشنوی. انتقام تو را گرفتیم، جزای همه آن پلیدان را دادیم سلام. رفیقان، آخر من به شما چی گفته بودم؟ گریه کردن من است. از قفای شهیدان نباید گریه کرد. رفیقان، امروز علی خرسندی و شادی دارد. گریه را بس کنه. سردار، من برای علی گریه نمی کنم. برای تو فرزندش که یتیمون، برای آن گریه می کنم. به همسرش چی میگویم؟ به پدر و مادرش چی میگویم سردار؟ چه میگوییم؟ یتیمهای علی اکنون یتیمهای ماند. خانمش باشد رفیق ماست. پدر و مادرش پدر و مادری ماست. پدر و مادر. علی، صد دریغ که پیش از ما رفت. در روز قیامت این برادران گناهگار خود را فراموش نکن. چون شهید ما را شفاعت میکنی. بکنه. خداوند ناز شهدا را میبردارد. البته شفاعت میکنه. عارف، من سومن. وقتی که تلفنت را گشادی زودتر به من زنگ زن. من در قهوه خانه کموش تو رو انتظارم فوری. سومن؟ چی حال داری؟ اینش باز نمیرسید. خوب هستم. خودت چی حال داری؟ بسیار خوب هستم. در اینجا چی کار میکنی؟ ترپرانی میکنم. تو چی کار میکنی؟ یک دو کار داشتم. کمی سیر و گشت کردن خواستم. با من یک قهوه ترکی بیارید. خوب شد از خانم. تو رو ناراحت نمی کنم. میدونی ما اصلا منتظر یک شخص دیگر هستم. چی شد؟ نامد. حاضر می آید. کیست؟ بسیار دانستن میخوام. عارف است؟ آیا صحبت شخصی داشته؟ نه. چه صحبت؟ نباشد اون شخصی که تشریف میارد عارف می باشد. آقای مدیر، موجهای جاسوسی را محکم کردم. تلفن ها به کار درآمدند. بسیار خوب.
زودتر دو ماشین یاری تاجری جیغ زنید، بعد به دادستان خبر دید. من به مدیر امنیت خبر میدم. خوب شده است آقای سردار. اخرب پنج کارلوس، تو همراه ظریف به خانه علی رفته حادثه را میفهمونید. سردارم مرا روان نکنید. برادر، یک نفرمون مجبوریم رویم. خودت میدونی که علی تو را بسیار دوست میداشت. خوب شده سردارم، فهمیدم. ظریف میروید. سومن پیامک فرستاده است، کاری تاجیلی برآمده است. اجازت میشود که روم؟ البته رو. در اینجا کارها تمام شد. تشکر سردارم. نوشی جانتان باید. سومن، از تعینات مخصوص رفتنت کاری بد شد. هم از رفتنت غمگینند. مثلا کی؟ مثلا عارف. همه هیچ گپ نه، با مرور وقت عادت میکنم. سومن، آیا جدا شوی شما با من یگان علاقه ندارد؟ البته نه. کی میدوند؟ امیدوارم که در مسئله سلیم تو رو غمگین نکردم. در این موضوع یگان چیز گفته نمیتوانم. چی مگر برای سلیم جدا شدید؟ بهترش در این موضوع گپ نزنیم. سومن، تو نغز میدونی که من نیتی بد ندارم. تو از روز اول مرا نغز ندیدی. آخر تو یک کاری خیره کن تا تو رو نغز بینم. خب؟ آخر من با تو چی بدی کردم نمیفهمم. یگان کار نکردی، فهمم. یگان خواستی من این است که از پیش من برآمده رفت. با چشم من دیگر ننما. گوش کن، باز مرا خطا فهمیدی. من گپم را به تو گفتم. راستی گپ نمیدونم که با چی نقشه داری، اما در آخر همش معلوم میشود. من این را میدونم. سومن خودش چی بخیر است؟ دیوانه شدم. از کار رفتم، لیکی تا حال مرا به حالم نمیگذارد. تصادفاً بخوردیم. من نیت قهوه نوشیدن داشتم، خود به خود به سر من داد گفت. شد، مایلش بس کن، آرام شو. همه با ما نگاه دارد. شین مایلش، من آرام شدم. خانم فیضیه رفتنی بود. همه خیلی نه؟ نگران نباشید، من در جایی که من رو نمیخواهن نمیشید. خانم فیضیه، شما خطا نفهمید. خانم فیضیه، خیلی جورا مرا نبر، من نمیروم. خودش چیگه برادر؟ آیا من تنها خودم با عائله علی سخن کنم؟ اکا آخر چی خیلی میگویم که پسری تو شهید شده است؟ بیا برگردیم، یکون شخص دیگر آمده فهماند. خوبش از دهانی ما شنوم. باید ببینم که علی را صاحبی کرد. اکا میرویم، لیکن تو سخن میکنی. مایلش، میرویم اکا. میدارم. یوسف! وای عزیزکی من، دختری کلان شده. شهر بچه من کلان شده ای؟ پیسری من خوب هستی؟ چی حال داری؟ خوش بار بشده ای؟ چی کار میکنی؟ یوسف پدرت میوید یوسف. پدرت کمی سرکار بود، شب میوید. خانواده در کجاست؟ بسیار خوب. کنی به نزدی تو برا، کنی دو شما در اینجا بازی کنید، ما به خانه میداریم. مایلا دو آفرین.
خوش آمدید. خوش باشید ینگر. خوش باشید ینگر. خوش آمدید. اگر ممکن باشد. ممکن؟ اما علی در خانه نیست. میدانیم برای همین آمدیم. مرحمت کنید. مرحمت. چی شد سومن؟ چرا تا حال این ماجرا به آخر نرسیده؟ من در اینجا نشسته بودم، آمده مرا یافت، سفسطه میخورد، مرا عصبی کرد. خیر شد، تمام. اهمیت نده. برای چی مرا جیغ زدی؟ مسئله مهم چی بود است؟ انا این حجت ها را بین. این چیست؟ و تو گفته بودم کارهای کافت و کابی دارم. آیدی فیضیه حجت های نم میباشد. روی خط یتیم خانه این که پدرش آنجا کار میکرد. باوری دارم که آیدی خودت یگان معلومات مییابی. تو چی نیت داری سومن؟ چی نیت دارم؟ در اول گفتی که نه این کارا نمیکنیم. عجب حرفایی میزدی. خواستی که از من دور شدی. این از کافی نبود که باز از تعیینات مخصوص هم جدا شدن خواستی. بهانه کردی که به تو خلل میرسانم. اما باز از پی هر گونه کارها دو تاز میکنی. عارف تو چی ها میگویی؟ مالش میدانم که تو این دختر رو نقض نمیبینی، اما مرا در این کارها همراه نکن. فهمیدی؟ سومن در این حجت ها یگان چیز نیست. بیهوده وقت صرف نکن. همه جز حساسا چیزی نیست. چی خیر؟ انا گرفته خودت بی. اما عارف اینها نباید این خیل می بودن. نفهمی شده است و تو یکان علاقه ندارد. سومن تو مرا گوش کن. عارف من خطا نمی کنم. این دختر سیره دارد. سومن مان این کارها رو. مرا گوش کن عارف. علی شهید شد سومن. چی گفتی؟ علی گفتم سومن. علی امروز در وقتی عملیات شهید شد. تو گفتی که بسیار مسئله مهم است، برای همین آمدم. تو باشی و من درباره فیضیه افسانه میخونی. عیب است عیب. سومن بس کن این کارها رو. من این رو نمیدانستم. علی صاحب دو فرزند است. تو این رو میدانی. هر دوش یتیم. آیا میدانی که پدر و مادر او در کدام وضعیت قرار دارند؟ نمیدانی. برای آنکه تو از پی کارهای بیهوده میگردی. سومن این کارت رو بس کن. اما یا رو یا کی کار کن. تو مرا دیوانه نکن. اخلاً غمی خودت را خور. خوش آمدید فرزندانم. خوش آمدید. خوش باشید مادر جان. بنشینید. ناراحت نباشید. پیش از آمدنتون خبر میدادید علی هم در خانه نیست. مادر آخر اینها همکاران علی می باشند. عمویم در خانه نیست؟ برآمده است. دیگاه می آید. خوب است انشالله. دخترم زودتر چای دم کرده بیار. حاضر دم میکنم بعد از 5 دقیقه. تو از شهری سکریا می باشی؟ بله مادر جان، من از سکریا می باشم. سکریا. علی شب و روز از شما سخن می کند. اکای ظریف این خیلی انسان می باشد. کارلوس این گونه شخصیت است. اکای عارف هم تو ندارد گفته نقل می کند. خدا از روزی شود. شما باز یک رفیقی دیگر دارید. کمی پرخور است ها؟ خود است پرخور. ما او را بالتا میگوییم. بله بالتا. همه شما را بسیار دوست می‌دارد. وقتی که صاحب پسر شد نام پدرش را ماند یوسف. اما یگان مراتب او را یوسف نمیگوید. سکرگی اینجا بیا سکرگی با اونجا بیا گفته جیغ میزند. خدا شما را برکت دهد. علی را همچون مرد جسور به وای رساندید. اکای ظریف راستش رو گوید. چرا شما پریشان حال می نمایید؟ یا با علی یگان حادثه روی داد؟ گپ زنید آخر التجا میکنید. ینگر این چه سخن است؟
یانگم مادر جان ما چی شد؟ ما امروز به عملیات رفته بودیم به یک فابریکه در آمدیم ما در آنجا به دام افتادیم من علی ظریف از قسم خفا یک دریچه برای برآمدن یافتیم علی گفت که اول من میبرایم من گفتم نمیشه نگذاشت گفته که من میبرایم وقتی که برام گفت که اکا بیاید یگان کس نیست و بعد به طرف ما تیر پراندم نگذاشت که ما با بیرون برویم علی در آنجا شهید شد مادر جون فراموش نکن دکترها چی گفته بود داروهایت رو حتما بخور مایلش مادرت به تلفنش جواب نداد نگران می شود نیه دادا جون برای من نگران نمی شود همراه بیبی هم به کجا رفته بودند زنگ زدم جواب نداد انا بین زنگ میزند آقای مدیر زنگ میزند لبای آقای مدیر بله کدام علی خودمون آقای مدیر چه میگویید دادا جون خوب هسته دادا جون با شما چه شد دادا یک رفیقمان در عملیات امروز شهید شد غمگین نشوید دادا جون شما همیشه میگفتید که شخص شهید شده بی سوال و جواب داخل جنت میشود به هم جنت رفته است نباید در این کار غمگین شوید مدد یا نور عین محمد مصطفى مدد یا جل قاری زهرا مدد یا شهید کربلا مادر یوسف جان اگر بعد چرا خیره ببینه آخه جوان و هردو نمگیریم چرا آیا مردها غمگین نمیشود؟ نه نمیشود بسیار خوب نباشد من هم گیره نمی کنم مایلش تو یک توپ داشتی توپ در کجا یوسف؟ در درون بیا رفته توپ بازی میکنی بیا دختر جون دستم رو گیر میره بیا رفتیم خوب شد دست به من ده بس کن ینگر خودت را به دست بیر شکر دو فرزندت کن اگه ظریف علی بود من با او با فرزندانم چی میگویم آخر چی گناه دارد چرا او رو کشتن من چی گناه دارد
آرام ما همیشه با شما میزنیم. ما را همچون برادران خودتان شمارید. با خواست خدا هرگز شما را تنها نمیگذارم. خداوند با شما برکت دهد. شما هم فرزندان من هستید. خدا راضی خدا راضی دادا جون غمگین نشوید. چه خیلی غمگین نشوم دخترم. چه خیلی دلم نسوزد آخه او جوان بود. دادا جون کنی خیزید. کمی استراحت کنید. استراحت کنید. خوب تر میشوید. خیزید. کی باشد؟ من میترسم بودارم نشکنم دادا جون. من میدونم اطمینان چیست. کنه درام شو درام میگویم کنه درام شو درام شو میگویم. خودش چیگاه چی شده است؟ دخترم رو دوست دیدی ها؟ دخترم رو چرا دوست دیدی با تو میگویم؟ سعادت آرام شو. من یگان کس رو ندوزیدم. دخترم در مکتب بیمار شد. با تو زنگ زدم جواب ندادی. من او رو گرفته به بیمارخانه بردم. همش همین. رفته این افسانه رو با دیگران نکن. دادام راست میگویم. مادر جون تو کارزار نشم. اینجا بیاموزم. مرا در نزد همسایه شرمنده کردید. به درون درآیید. ما میرویم. نگران نباشید. مدیر امنیت به شما کمک میکنه. خداوند به شما صبر جمیل دهد. رحمت به شما. ینگا خداوند رحمت کند. جایش جان نشود. اگر یگان احتیاج پیدا شود گپ زنید شرط نکنید. خداوند صبر جمیل دهد. وای جوره من خزان و پریشان شدم. وای اکا من هم خزان شدم. جوره برای شهید شدنش خرسند میشد، اما از طرف دیگر برای فرزندان جگرمون میسوزم. اکا مرتبه شهدا رو تنها خداوند جلال میداند. علیمو این را نمیگیرد. اکا علیمو خدا او رو رحمت کند. اکا رفتم میرویم. این کاری که تو کردی دزدی نام دارد. کودک دزدی میفهمی؟ سفسطه نخون سعادت. از مکتب زنگ زدن گفتن که بیمار شده است. رفته او رو گرفتم. کجای این کار دزدی است؟ مادامی که او را به بیمارخانه بردی پس چرا او را به خانه نآوردی؟ نیتی بردن داشتم. از کار برآمدم باز زنگ زدم تلفنت محکم بود. خدا میداند که شما در کجا بودید. بیا که شما همیشه در خانه باشید. دخترم چرا بابی بیادی خیلی گپ میزنی ها؟ این را بینید در یک لحظه نبیرم را ویران کرد. کاردار نشوید. دادم رو تنها به بیمارخانه بردن. تهمت نکنید. تهمت گناهی بزرگ میباشد. سعادت انا دیدی چقدر گپ میزند. بیستی کمپیرها سخن میکند. اگر یک هفته ایستد ملاها بر این به نصیحت خوانی میگذرند. آیا تو دیوانه شده ای؟ آخر وی کودک است. چرا سفسطه میخوانی؟ معلوم است نیت این معلوم است. او را از مکتب گرفته و بورس قرآن خوانی بده. این کار هم میکنه. بعد چی؟ شکر خدا عقلش میرسه. از اودای همه درس ها میبراید. آی احوالم بد میشود. مادر برادرید مرا گوش کن. بس کن. با دختری من این خیلی معامله نکن. فراموش نکن که من مادری او هستم. دادا جون مادرم همیشه با یک شخص ناشناس و میخورند. نازیه دخترم از حد نگذرون. سعادت آرام شو.
التماس ناراحتم نکن. چی شد؟ آخر با تمکین ترین شخص این دنیا بودی کو. سعادت مرا به غضب نه. چیکار میکنی؟ مرا لاتو کوب میکنی؟ میزنی آقای صالح؟ حاضر من تو را گرفتم. میدونی چیکار میکنم؟ کنی زن کنی زن بعد میبینی با تو چیکار میکنم. تو رو به دادگاه میکشم. اینجا بیا اینجا. مادرها نگذاره. اینجا بیا دخترم. دستی دخترم رو نکش. دستش رو لب بدی. کنی بیا نبیرم رو سرده. مادر جون خوب هستی؟ یگونجا دستیب ندید؟ مادر جون ای سرم. صالح با این کاری کرده جواب بدی. سوال و جوابش بسیار سنگین است. مادر خوب هستی؟ این مرد از خود رفته است. دیدید با من حمله کرد. بیا زودتر از اینجا میرویم. بیا دخترم. دادا جان مرا تنها نگذاره. بیا دخترم. دادا جان. بیا دخترم میرویم. سعادت میرویم. زودتر بیا. رفتیم از اینجا. آرام شو نوزیه. پروردگارا این چگونه امتحانی بود. خدایا تو بزرگی. گوشهایت را باز کرده خوب گوش کن. سخن بزرگان می باشد سخن عالی جناب است. این دنیای فانی همه را به زیر خاک روان می کند. برای شخصانی مرد و جسور خداوند پاداش نیک می دهد. اگر به یک انسان تشنه آب دهی فردا خداوند تو را شرابی بهترین خواهد داد. یونس امری گفته است که در این دنیا دو کس میماند. یکی حضرت الیاس، دیگری حضرت خضر که آب حیات را چشیده است. ما در اینجا ماتم میکنیم، آنها باشد در آنجا بزم و شادی. او بزم و شادی میکند. ما باشیم ماتم داریم پدر. چشمت را باز کن. آیا در کتاب قرآن خداوند چی گفته است؟ شخصانی که در راه خدا جان دادند آنها را مرده نگویید. آمین. به حال او غمگین مشو. به حال خودت غمگین شو. برای او دلت نسوزد، برای خودت دلت سوزد. آیا تخم زراعتی که به زمین میچاشی خوشن نمی کند؟ خداوند انسان را مقام والا داده است. برای شخصان عاقل و دانا در راه خدا جان دادن بهترین نعمت می باشد. هر شخصی که در راه حق جان را می دهد خدا از خودش او را راضی می کند. اصلا ما در اینجا حکم مرده را داریم. حیات اصلی زندگی آخرت است. چشمت را باز کن و خوب فکر کن. سلامت باشی پدر. من را نیز به مانند بزم و خرسندیتش بدادی. رفیقم من رفتم میبینم. اپا بخیر است؟ اپا خوب هستی؟ به شما چی شد؟ نبوس پسرم نبوس. چی شد باز یا خوب؟ از کجای باز گروه میافته است؟ بعد چی؟ نیتی پنهان کردن داشتم. همه جا را کافت نیافت مرا زد. شما را زد اپا؟ اپا این حال یعقوب در کجاست؟ در آنجا در محله یک مکان سقازنی هست در آنجاست. کارلوس آرام شو. تو چیکار میکنی؟ اکا من رفته با این احمق یک گپ زنون کنم. برادر باز یکان نامعقولی نکنی کارلوس. اپا آیا اجازت میدهید که من پسر شما رو خوب تربیت کنم؟ هر کاری میخواهید کردن گیرید. آدم شود خوب شد است اپا. امانت بین انسان‌های امین داده شد. من در این امانت خیانت نمیکنم. سلامت باشید. ظریف برادر بهترش تو هم میرفت. فهمه میرم.
آقا جان محمد و درون دارید. مرحمت گذارید. آنها این مسئله رو حل میکنند. موبایل رو انسان گفتن نصیحت کرده. او رو انسان شماریده. او باشد مادرش رو لطو کن. آرام شو کارلوس. جورا از برای خدا نخواد مادر خود رو لطو کنی. آیا این کار رواست؟ من با اولاد کوب کنی رو نشون میدیم. نخواد که مادری خودت رو لطو کوب کنی. برادر میبخشید. در اینجا یک مکانی بیلیارد بازی بوده است. این در کجاست؟ از دکان گذشته به طرف چپ گرده. تشکر برادر. من با اون نشون میدم. اما چه خیلی نیست. آیا امشب دیگر اتوبوس ها سفر نمیکنند؟ میلش میشود. در کرسی بین نشستن میخواهم، فرق ندارد. میشود بده. ماشین ساعتی چند میاد؟ خیر میلش، شما تو بخیر. روز بخیر. روز بخیر. چی شد؟ تو چه گریه میکنی؟ هیچ گپ نه. انا تماشا کنید. نگاه کنید حالا چی میشود. یک دقیقه. و چه شرط این بازی را میکنیم؟ کسی که مغلوب شد قرض می خود را میدهد. خوب شده. یا خوب این چوبی کدام درخت است؟ تو این رو میدونی؟ چخیل درخت؟ من هم نمیدونم، اما این رو خوب میدونم که با این آدم رو براه آوردن ممکن. گوش کن اکا، اینجا مکانی مو میباشد. احتیاط شو. وای جورا، یا خوب رو بین بسری ما زوری میکنن. نباشد آداب رو با آنها نشون میدیم کارلوس. خیلی زود پراکنده شوید. زودتر پراکنده شوید. با من گوش کنید، این خلیگاه نکنید. نباشد چون حالتو کو میکنم که نگورز زنی فرو دستگیر کن. بیدم رفتیم نبیدین. یا خوب در صورتیست از من چی میکنه؟ یا خوب ایستا میگویم با تو کپ رو نمیفهمی. نگورز از من چی میکنه؟ نگورز از پس من نوید ادبت رو میدیم. دویدنی گساله تو کردم میگویم. نگورز اینسان بر این مسیحت میکنیم. نگورز میگویم. اکا من یکم کار نکردم. اکا من یکم کار نکردم. کردی برادر خوب. بسیار کارهای نامعقول کردی. آخی من چیکار کردم اکا؟ آیا تو اون زن رو میشناسی؟ کدوم زن رو؟ توبان رو. نه اکا قسم میخورم. دروغ نگو. با شرط نکرده قسم میخورد. همش رو میشناسی. آیا میدونستی که اونها برای ما دام تیار کرده بودن؟ تو چیکار میگویی؟ برادر آن زن رفیق ما را کش. جورا اکنون این رو چیکار میکنیم؟ آیا تو رو بدار کشم؟ اکا التجا میکنم، مادر پیرانسان دارم. گوش کن. آن زنی گریان مادری تو نیست؟ کنی همراه من بیار. اکا با کجا میرویم؟ حاضر تو را با جای میبریم که دیگر مثل ملائکه امور به سر میبری. کنی را کرد. بخیر است؟ جامدان برای چیست؟ جامدان لباس ها. فهمیدم، اما چرا؟ به خانه میروم. کی برمیگردی؟ نیتی برگشتن ندارم. فکر میکنم تماما میروم. چخیر؟ آیا تماما میروی؟ سمن مثل کسلی ها رفتار میکنی. فایزی را دیوانه کردی، از عارف جدا شدی، از جای کار استفاده دادی. و تو چی شده است؟ باور کن خودم هم نمیدونم. مرا بفهم. این خیل ما را ترک کرده نرفت. میروم. چرا نروم؟ از یگان کس نمیپرسم. کاری تو با من نباشد، فهمیدی؟ میبخشی مرا. آروم شد. اکا اینجا مرده هایم. چیکار میکنیم در اینجا؟ در دنیا از همه چیز تاثیر کننده مرگ است. سخن انسان های زنده تاثیر نمیکند. پس از مرده پند گیر. اکا من از مرگ بسیار میترسم. ای نابکار، از مرگ ترسیدن این ابلهی است. مادامی که در قید حیاتی مرگ دنبال توست. وقتی که روبرو شده حتما میمیری. من از مرگ نمیترسم، اما از مردن دوستانم میترسم.
تو میفهمی؟ اکا التجا میکنم مرا از اینجا ببرید. اشرف کنی در را گشا. خوب اکا ایزاری. کنی در راست. گوش کن. هر روز به اینجا 10 نفر میآورند. در صدمه مردند. کشته شدند. از استفاده زیادی مواد مخدر مردند. اشرف سبب مرگ او در چیست برادر؟ اکا او رو نیز فیروزی آوردن. مست بوده است. به صدمه دچار شده است. خدا او را ببخشد. حیف شد. دیدی جوان بوده است. اکا بسیار خوب اما من به این کار چه علاقه دارم؟ چی علاقه داری؟ در بین این مرده ها یک کسی زنده است. آیا این را میدانی؟ رقمی 7. بسم الله الرحمن الرحیم. اکا چیکار میکنی؟ تو را شناس میکنم. این کودک همون کودک است که علی که صاحب 2 فرزند بود و شهادت رساند. امروز از دستی آدم های تابان شهید شد. آیا میدانی که شهید چیست؟ ببین چهره او را خوب بین. آیا تبسم را در چهره این آدم میبینی؟ او نظر کن میگویم. بین. آیا تو میدانی شهیدان را غسل نمیدهند؟ آنها را کفن نمیکنند. چرا؟ برای آن که در حضور خداوند با این حالشان حشر شد. بدن خونین خدا نشان دهد. اکا بسیار غمگین شدم. به خداوند جزای مرا دهد. همین آدم بسم الله برای تو بر این جوانان نمرد گفته شهید شد. اگر تو را به نزد 2 یتیم این مرد برده گوییم که پدر شما محض برای این جوان شهید شده است، تو چی کار میکنی؟ با چشم پدر و مادر آنها نگاه کرده میتوانی؟ کمزن برای پدر و مادر این مرد نگاه کرده میتوانی؟ ای نابکار، اگر در پای تو خار زند مادر تو ناراحت میشود. انا بین امروز خانه یک بچه صبح دل یک مادر پاره شد. گپ زن چراش؟ اکا جان برای من شده. درست. اکنون فهمیدی؟ تو گمان میکنی که جوان شرفمند هستی؟ نه گمان نمیکنم اکا. نمیکنی؟ خدا گمان نمیکنی. انا بین آیا دیدی که تو برای این وطن چگونه انسان بودی؟ با همه سلامی مرا رسون. سمان این خیر نمیشود. خیر من رفتم. سمان دیگر نیست. رفت. بسیار خوب شد. از یک دردسر خلاص شدیم. اکنون عارف تنها ماند. حالا در خانه دیوانه می شود. مدد یا نور عین محمد مصطفی مدد یا جیل قاری زهرا مدد یا شهید کربلا. غمگین شدم. قسم میخورم دیگه هرگز با این گونه کار دست نمیزنم. من به تو باور کرده بودم. 2 مرتبه تکرار نمیکنم. با اینجا درو. تو حق پیدا کردن در اینجا میمونی. کنی با اینجا درو. اکا شوخی میکنی؟ درو گفتن! انا بین در اینجا مرده بسیار میباشد. من ناحرمتی کردن نمیخواهم، اما تو را کشته در اینجا میگذارم. تو کودک مرا دیوانه نکن. درا گفتم شیطانی نکن. اکا مرا ببخشید التجا میکنم. تو این فرصت را از دست دادی.
دیگر این گونه فرصت را نمیابی. کنی درا با اینجا درا. دمت را گیر. نکنید زور میکنم. خاموش شو. دمت را گیر. اگر بدون نقاب درایی چی کار میکنی؟ این سرشنی کار میباشد. اگر نکنید خاموش. اینجا دارم نکنید. جوره کاری کردن من قبیه نشد. اگر با من میشون من او را زنده بزنده میکنم. جوره آخر او جوان است. این کار برای او درس ظریف باید درس شود. بگذاریم شب ایستد. سحر که شد خودش قریب است. اشرف تو بازی برادر میبخشید همین دختر رو ندیده؟ نه اکا ندیدم. میرویم. خواهرم این دختر رو میکوبیم. مبادا او رو ندیده؟ این دختر رو چیکار میکنید؟ خطا نفهم. این دختری من است. راه گم زده است. تلفن هم ندارد. من حاضر آمدم ندیدم. میبخشید تشکر. افطوبوسی که ساعتی 10 حرکت میکنه تامین است؟ بله اپا امین میباشد. برو تو رو دید. این همون دختر است. 1 دقیقه 1 دقیقه. کارلوس این جوان رو همینجا میمونیم؟ او در اینجا با عقل میشود. دروغ گفتن رو خوب میدوند. واهمه میکند. ای برادر اگر مادرش فهمد دیوانه میشود. خاطری مادرش رو کن. مایلش رفته او رو برار. اما او رو دیدن نمیخوام. او رو دیده دیوانگی هم میخیزد. این دفعه او رو میکشم. بخیر است بی خط و خبر می روی؟ به خانه برمیگردم. نه سلام و نه پیام. خیر و خوش هم نکردی. آیا همین است آیین وفاداری؟ من خیر و خوش را نقص نمیبینم. سمن مرا دیوانه نکن. تو رو با پشتم بار کرده میبرم. یگان جا نمی روی. بالتر متاسفانه قرارم قطعی است. احمد جان تو سبب شادی و خرسندی ما بودی. چجا میکنم نرو. اینقدر عزیز بودنم را نمیدانستم. آیا در کتاب تقدیر ما نوشته شده است که با عشق و محبت کار نمکی کنیم؟ نمیدانم. معلوم که من این کتاب را نخواندم. من این کتاب را به تو داده بودم. حتی با آن امضای خود را گذاشته بودم. سلام علیکم اشرف. و علیکم السلام. خیر بس کن همش گذشت. اینجا بیا. خیلی خیست. اکا بسیار ترسیدم. با خدا ترسیدم. بس کن همش گذشت. و گوشم هر گونه صدا می اومد. واهمه نکن. اینش رو باز از کجا برآوردی؟ اکای دیگرم کنی. نمی آید ها؟ نه نمی آید. گوش کن. دیگر هرگز مادرت را غمگین نکن. اکا شما چگونه انسان می باشه؟ اگر تکرار کنی تو رو اینجا محکم میکنم. است. منظوری من این نبود. یعنی شما بسیار انسانی مهربان می باشه. من حیوان صفت بودم. من ابله بودم اکا. مالش بس کن. کنی خیست بیا. انشالله همش خوب میشه. اکا ما رو ببخشید. التجا میکنم ببخشید. خیر مالش شیری اکا. بیا از اینجا میروی. با خواست خدا همش نقض میشه.
اشرف به تو برای کار برادر. رحمت این دختر کجا شده باشد؟ پدر نگران نباش، بستگی زمین هم باشد او رو میاره. شما هوشیار باشید، وای حتما در همین جاست. ما نمیگوییم که نرو. رفته 1-2 ماه استراحت کن، اما باز برگرد. ما در اینجا به تو احتیاج داریم. میبینیم آقای صالح، خودت میدونی. اما برای ما کلمه خودت میدونی نه اونقدر خوب است. کنی بیاید این طرف رو بینید. برفی مرا شرمنده کردی، در نزد همه شرمنده کردی. اگر آنها رو یابیم هر دشون رو نکشیم. در حال نمیکشیم، اول مصلحت میکنیم. پدر باز چی رو مصلحت میکنیم؟ اون چیزی رو قانون گفته رو عملی میکنیم. فرمان قتل برای هر دشون برآمده است. بهترش همه به هر طرف رود، این خیلی خوبتر میشد به فکر ما. گوش کن، تو به این طرف رو. مالش زودتر. برفین دخترم یلماز ایستد نکنیستد. یلماز برو دستگیر کن. در جایتون ایستید، حرکت نکنید، میپرانم. سلام گپا را گفتیم، دیگر برای اندیشه سخن نمانده است. اما به هر حال به قراری آمده ات راضیم، میدانم. آیا رفتنی من برای تو فرقی ندارد؟ ولی منظوری من این نبود. میدانه که بسیار غمگین شدم. آخر از دستی من چه چیز میآید؟ راست میگویی. اگر نگویی دوباره تو را نمیپارم. اگر در عشق تو مورم هم دیگر جستجویت نمیکنم. من هم از تو منتظر این کار نیستم. ما اگر نرویم حیات نو را آغاز میکنیم. عارف، من دیگر قوت ندارم. من دارم، برای هر دیمان کافی است. حرکت بکنید، دیر نکنید. اتوبوس حرکت میکند. اینطور باشد راه سفید. مادر جان، التجا میکنم این کار را نکنه. ما بیناموسی نکرده، ما یک گر را دوست نداره. تو داماد را گیر، کثافتی بیناموس. برفین اینجا بیا. یلماز آروم شو، دخترم نترسید. برفین حالا ازم بیا گفتم. یلماز، من احمد رو دوست بدارم. اگر پرانی مرا نیست پران. ای دختر با تو میگم اینجا بیا. یلماز نکن. صدای تیر در اینجا هم دردی سر پیدا شد. اتوبوس را به حرکت ندارید، من پلیسم. وای ساله، صدای تیر از این طرف آمد. هر دویتان را میکشم، اینجا بیا. برای برفین رو گرفتن باید اول مرا پرانی. تو داماد را گیر بناموس، حاضر تو را میپرانم. اگر پرانی نگیر، من از مردن نمیترسم. دخترم این نگوی، یکون کس نمیمونه. پدر اگر من میبودم هر دوی آنها را میکشتم. باشو خنای ما گوش نکن. آخر ما چی گناه کردیم؟ غیر از هم دیگر رو دوست داشتن یکان گناهی دیگر داریم. قانونها رو بیران کردید، بس نیست؟ ما رو شرمنده و به آبرو کردید. شان و شرف ما را، آبروی ما را رسانده. ناموس. جانم شدی احمد، قربانت شوم. اینجا دارم نبود، تولو میکنم، کاری میکنم. تو چیکار کردی؟ یلماز ایستا، نزدیک نشوه. نجو با جایت، پلیس.
یلماز پسرم تو چیکار کردی؟ یاری تاجیل رو جنگ زنه زودتر. یلماز چه میکنم؟ سومان موری چیکار شد؟ 2 نفر زخم برداشتن، یکی از وزین است. چه میکنم او رو نجاتید؟ زاری تقلا میکنم نجاتش دید. خوب شد است، آرام شد دخترم، آرام شد. اما چه میکنم زمین؟ اگر جر به جای حساس در آمده است. آیا میمیرد؟ احمد نخواستم که باید چه شده. ما را از حق جدا کردن. بس شد خودت رو موندم. احمد بس یلماز تو چیکار کردی پسرم؟ هم ما رو بدبخت کردی هم خواهرت رو. اگر تو بمیری من چیکار میکنم؟ راجعه نخو چی گپ شد؟ یک کدام را پروندن رو داشت. در کجا؟ ما در اون طرف. رفیقان دور شوه بکا پروه. احمد نخور مرا تنها کاری خیست. خدا صبر که حد بکا پروه. پدر تو همین را میخواستی. خورسند شدی میگویم. دخترم من نمیخواستم که این شکل شود. چی میخواستی؟ پدر چی میخواستی؟ چی را؟ دخترم ایستاد، چیکار میکنی؟ حرکت نکن. کپارم زودتر به کپارم. برفی التجا میکنم. دخترم دیوانگی نکن. تو منو به این کار وادار کردی. من کردم اما نمیخواستم که کار تا این درجه رسد. هرگز چی میخواهی؟ چی مرا فروختنی بوده؟ برفی یا نکم سلاحت را پرتو. نمیپرتویم با کفارمه. مادران اشتباهی نکنی، پرتو سلاحت را. از این دیده اشتباهی بدتر میشود. احمد را کشته، بگناه کشته. گوش کن، حاضر آمده سلاح را میگیرم. باید نزدیک نشو. از تو چی میخواستی؟ دخترم چیکار کردی برفی؟ یلماز پسرم برفین چیکار کردی؟ یلماز جزویش رو دید. هم پدرم رو میکشم هم خودم رو. نزدیک نشم. برفی مرا گوش کن. رفیقت مرده است. اکاد مرد. اینقدر مصیبت بس است. التجا میکن. بس نیست. التجا میکنم. مردمی که قانونهای آنها خون طلب میکنند. بس خون به خون. همه زیر خون شود. کو فهمون چه حادثه شده؟ چرا اینقدر به غضب اومده ای؟ ما از ایامی کودک یکدیگر رو دوست بداشتیم، اما مرا به شخص دیگر خانه‌دار کردن میخواستند. برای پول شدم. چه خیلی برای پول؟ در ده همون یک مردی پای بود. مرا با او دادنی بودند. پدر او چند ساله بود. گپ زد تا همش شنوند. تمام فهمیدم برفی. حالتی تو را میفهمم. گفتم که خانه دار میشوم. آنها مرا لطوکوب کردن. هر دو اکهوی مرا لطوکوب کردن. احمد مرا گریز و نگاهی مخفی کرده.
حالا باشن حامیله دارم. چرا این کارو کرده؟ اکوهایش خواستن، مرا مجبور کردن. گفتن که دختر رو از دست داده ایم، از این کار دست نمیکشید. خلین گرفتنی بوده. چرا این کارو کردی؟ چرا؟ من این خیل نیت نداشتم. اکوهایت مجبور کردن. یک اکه جاهل دارم. زندگری اساس اوست. مادر کجاست؟ کجاست؟ نمیدونم دخترم. چه زنی به اینجا بیاید؟ چه زنی به اینجا بیاید گفتم؟ رجب، این دختر باز یک فکری دیگر دارد. شاید سلاح داشته باشد. احتمال در گرد و اطراف است. احتیاط شوید. خورشید است کیسالی. برفی، پدرت بسیار غمگین است. بیا بهترش این کار را به خوبی انجام دهیم. عزیزی مرا کشتن. آنها نیز باید بمیرند. سالهای دراز مرا عذاب و اذیت میدهند. آیا جواب اینا کی میدهند؟ میدانم که پدرت را نمیپرانی. تو دختری با عقل هستی. این معلوم است. بیا سلاحت را با من ده. بیا. خودم را میکشم. این حادثه به دیگرها عبرت شود. همه از این حادثه با خبر شوند. نمیخواهم که یگان پدر برای پول و مال سوده دخترش را فروشد. برادرانش را باشند. شخصانی بیگناه را بکشند. دخترم، من یک بیعقلی کردم. تو نکن. دخترم مرا ببخش. فکری تیترین در بختر بوده را کن. اگر خودت را کشی یک جان را نه، بلکه دو جان را به خطر میرسانی. با گذشته صلوات التماس. به خاطر عشق و محبتت و کودکی در بطنت بوده، به خاطر احمد سلاحت را پرتاز. التجا میکنم نزدیک نشوی. آخرا چی گناه داشت؟ همه میداند که گناه نداشت. شما بیگناه بودید. باید سلاح را پرتازید. بس کن سلاح را پرتاز. دخترم، هر چیزی که بگویی حق داری. ما خطا کردیم. خداوند ببخشد. از این پس تو نوری دیدگان من هستی دخترم. نبیرم نیز همین خیر. چرا احمد را کشتید شما؟ دخترم، هر چیزی که میگویی حق داری. همش گناهی من است. من تو را لقمه آنها کردم. دخترم، قربانی تو شما. دخترم نکن. دخترم انا دیدی پدرم نیز پشیمان است. بیا بس کن خواهرم. همش گذشت. بس کن. آروم شد. آروم شد. بس کن دخترم. همش گذشت. دخترم. دخترم، همش گناهی من شد. گناهی پدرم. همش عیبی من است. ای بیناموس، چند چرا این ما رو بازدی؟ گمان کردی که نجات بیابی. سومن احتیاط باش. دخترم بسیار درد میکنه. آروم باش نباشان. آروم باش. مادر 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 مادر
کجا شاید خودم راضیه بس کن نترس جراحتش وزن نیست صحت میشود آیا ماشین یاری تجلی نآمد نگران نشو زخم برداشته جدی نیست شفا می‌یابد خواطر نشو شفا می‌یابد آفرین دخترم مادر جان مرا ببر تو را عذاب دادم زودتر بیایی تو یگان عمله نکرده ای که مرا عذاب داده باشی مادر جان مادر جان خدا پیش زده بایسته مادر جان مادر جان دخترم مرا ببخش برفی اپا جون برفی اپا جون با پلیس ها رفتنت شرط نیست مادر جون مرحمت کنم رفتیم بایلش خدا تو رو جزا دهد لعنت به مراسم و به مردی شما یعنی راگن حقش همین بعضا حیران میشوم که به سر ما یگان مصیبت و فلاکت نمی آید مگر از بیکاری این فکرها به سرم می آمده باشد ما با سر دیگران مصیبت نآوریم شکر میگویم ابایس من مهارت خوب نشان داد با شرافت او دختر نجات یافت نه جانکم اگر حمله آخرینی عارف نمیشد نجات نمیافت نه جانکم این خیل نبود روحیه گروهی مادرین است برای همین بودن تو برای ما مهم است همه شما شخصانی مهم هستید مثلا من سلاح را گرفتم همه ما را نجات دادی آمدن ما خوب شد این دختر بسیار جسور و دلیر بود گفت که اگر پراندنی باشه مرا هم پراند احسن به پدرش بعضی ها در راه عشق جان خود را فدا میکنند دیدید عشق و وفاداری را برادری عزیز انا همین رو مهر و محبت میگویم این حیات به مصیبت نمیگذرد پهلوان در میدان معلوم میشود اپا کجا شدی؟ اتوبوس حرکت میکند نیم ساعت ما شما را انتظاریم مسافران شکایت میکنند میروی آمدم وقتی رفتن شد در ما همیشه برای تو گشاده است رحمت اپا زودتر شد دیر مونده
غم نخور عارف. البته در این کار یگان حکمت است. الها بخیر باشه. من کارمند خوبی تعیینات مخصوص می باشم. آخر تو از سلاح من 20 سانتی متر کوتاهی چه خیلی میپرانی؟ بس کنکا بابا یگان کلتک میدهیم. چی شد؟ ما دیر موندیم. بسیار هم دیر موندید. همین که اعلان را شنیدم در حال آمدیم. شما چه اینقدر تیز اومدید؟ این دفعه وقتمون آمد کرد. برای گسیل کردن سومن آمدیم. سومن در کجاست؟ حاضر که سوار شد. بخشش حاضر که فر آمد. سلام. من میخوام که با گروه تعیینات مخصوص شریک شوم. تعیینات مخصوص هر شخصی را که میل کار کردن دارد قبول میکنم. میلش من با کار آماده. با ما کار کردن کار آسان نیست دخترم. من میخوام بار دیگر خودم را نشان دهم. باید امتحان کنیم. گرسنه ماندم. با تو خودم خوراک تیار کنم. راضیم. برادر تو از خوردن کایسر بشوی ها؟ دیگر چیز را دوست نمیدارم. معلوم است. باوری دارم که دیگر نمیروی. آیا مرا میبخشی؟ در این موضوع فکر